با عرض درود خدمت شما دوستان، در خدمتتونم با 4مین قسمت از دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته زبان برنامه‌نویسی پایتون. توی این قسمت قصد دارم بهتون انواع دیتا تایپ ها و نوع متغیرها در زبان برنامه‌نویسی پایتون رو آموزش بدم و بفهمید که داده‌های اولیه توی زبان برنامه‌نویسی پایتون چیا هستن و چجوری میشه ازشون استفاده کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ مباحث اولیه دوره، خواستم خدمتتون بگم که اگر این ویدیو براتون آموزنده هستش حتما این ویدیو رو لایک بکنید. با لایک کردن شما این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار میگیره و باعث میشه که اونها هم بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. علاوه بر اون، اگر به مباحث برنامه‌نویسی و آیتی علاقه دارید، خیلی خوشحال میشم این کانال بنده رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. پس خیلی ممنونم ازتون که این ویدیو رو لایک میکنید و از بنده حمایت میکنید. لایک های شما واقعا باعث میشه که من قوت قلب بگیرم و با انرژی بیشتری به این مسیر ادامه بدم. اما بریم سراغ بحث خودمون که بحث انواع دیتا تایپ ها در زبان برنامه‌نویسی پایتون هستش. من یه نوت اینجا آماده کردم که براتون خیلی ساده تر بتونم نمایش بدم. ما به صورت کلی 3 نوع داده اولیه در زبان برنامه‌نویسی پایتون داریم. اولین نوع داده های عددی هستن که خودشون به 3 بخش اعداد صحیح، اعداد اعشاری و اعداد مختلف تقسیم میشن. نوع داده بعدی داده های رشته‌ای هستن، همون استرینگ ها که با نماد str مشخص میشن، و آخرین نوع داده های منطقی یا همون بولین ها هستن. اما اینا چی هن و هر کدومشون چه کاری انجام میدن؟ الان میریم توی محیط VS Code با همدیگه اینها رو بررسی میکنیم. همونجور که توی قسمت های قبلی ما با همدیگه آموزش دیدیم، ما میتونیم یه پروژه ایجاد بکنیم، داخل پروژه اون فایل های پایتونیمون رو اضافه و کم بکنیم و همونجوری که میبینید من 2 فایل پایتون اینجا اضافه کردم و الان میخوام براتون یک متغیر ایجاد بکنم به نام نامبر 1. من میخوام الان راجع به متغیرهای عددی و نوع داده‌های عددی صحبت بکنم و اولین اونها انواع اعداد صحیح. همونجور که توی مدرسه و دبستان بهمون گفتن، اعداد صحیح شامل میشن از 0 تا مثبت بی‌نهایت و از 0 تا منفی بی‌نهایت. پس یعنی من میتونم اینجا مثلا عدد 656 رو به عنوان متغیر بدم، یه دونه نامبر دیگه تعریف میکنم به نام نامبر 2، مثلا 98، یه نامبر دیگه میذارم نامبر 3 مساوی قرارش میدم با هر عددی که دلم بخواد، یه نامبر دیگه تعریف میکنم مساوی میذارم با نامبر 4 و مساویش قرار میدم با منفی، مثلا منفی 13. و همونجور که میدید تمام این اعدادی که من توی این متغیرهایی که ایجاد کردم و اعدادی که داخلش هستن نوع داده صحیح هستن، یعنی نوع داده عددی صحیح هستن. از کجا میتونیم متوجه بشیم که اینها اعداد صحیح هستن و چجوری میتونیم ازشون خروجی بگیریم؟ توی قسمت‌های قبلی دستور ما با هم دیگه کار کردیم که دستور پرینت بود که من الان اون رو مینویسم نامبر 1 و ازش کپی میگیرم، داخلش می‌نویسم نامبر 4، نامبر 3، نامبر 2. خب همونجوری که میبینید ما میتونیم با دستور پرینت خروجی بگیریم و نوع داده‌ای که توی متغیر خودمون ریختیم، توی ظرف خودمون. توی درس‌های قبلی بهتون آموزش دادم که هر متغیری که شما ایجاد میکنید یک ظرفه که درون اون میتونه هر چیزی قرار بگیره، که الان توی ظرف خودمون ما عدد قرار دادیم. وقتی من برنامه رو اجرا بکنم، همونجور که میبینید تمام این اعدادی که من توی متغیرها ریختم و پرینتشون گرفتم رو برای من نمایش میده. پس اینجوری میتونید که متغیر تعریف کنید و داخل اون عدد بریزید. اما یک تابع دیگه ما توی پایتون داریم به نام تابع تایپ، و وقتی من تایپ رو سرچ میکنم، تایپ رو پرینت میکنم و داخل پرانتزش مینویسم نامبر 1 و میخوام الان ازش کپی بگیرم و همونجوری که میبینید 2، 3 و 4. تایپ، وقتی شما تابع تایپ رو فراخوانی میکنید و
یک متغیر بهش پاس میدید داخل پرانتزش میذارید، نوع اون داده‌ای که هستش رو بهتون نشون میده. همونجور که میدونید یک متغیر یا یک داده نمیتونه همزمان هم عددی باشه، هم رشته باشه، یا همزمان هم منطقی باشه، هم مثلا عدد اعشاری باشه. پس فقط یک نوع خروجی به شما پاس میده و وقتی من دوباره دستور اجرای برنامه رو بزنم، همونجور که میبینید اعداد اول به صورت اول که من بهش گفتم برای من چاپ کرد و در خروجی در قسمت بعدی تایپ اونها رو هم برای من چاپ کرد. یعنی اینجا نوشته که کلاس اینت، یعنی نوع اعداد نماد اعداد صحیح اینتیجر یا همون اینت هستش به مخفف، که من جلوی اعداد اعشاری براتون نوشتم که اعداد صحیح رو به اینت میشناسن. از این به بعد شما هر جا در برنامه‌تون با اینت برخورد کردید بدونید که نوع اعداد صحیح هستش. اما میریم سراغ نوع داده بعدی که نوع داده اعشاری هستش و میخوایم با همدیگه نوع داده های اعشاری رو با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم هر کدوم از اونها چه کارهایی انجام میدن و نماد اونها چیه. اعداد اعشاری همونجور که میدونید 3-14 10-23 12-6 هر عددی که یک اسلش بخوره، یک نقطه بخوره، یک مقدار خورده و اعشاری داشته باشه رو ما به نوع اعداد اعشاری میشناسیم. مثلا همون 3-14 که الان خدمتتون گفتم یک نوع اعداد اعشاری محسوب میشه. 8-19 عدد اعشاری محسوب میشه و مثلا منفی 15-96 هم عدد اعشاری محسوب میشه و هر عدد دیگه‌ای که نقطه بخوره و یه عدد دیگه جلوش بیاد عدد اعشاری محسوب میشه. ما توی دبیرستان و موقعی که داشتیم درس میخوندیم عدد صحیح رو، عدد اعشاری رو با اینجوری مینوشتیم و اسلش میذاشتیم و عدد اعشاری رو جلوش مینوشتیم. اما توی کامپیوتر نمادش نقطه است، یعنی شما هر جایی یک عددی دیدید بعدش یک نقطه داشتش و یه مقدار عدد دیگه‌ای بودش، اون رو باید متوجه بشید که این عدد اعشاریه. من دوباره برنامه رو اجرا میکنم و این دفعه میبینید که تمام اعدادی که من نوشتم برای من چاپ شد و تایپش هم برای من چاپ کرد، نوشته کلاس فلوت. پس نماد اعداد اعشاری توی زبان برنامه‌نویسی پایتون فلوت هستش که من جلوش نوشتم. اما میریم سراغ نوع اعداد بعدی که نوع اعداد کامپلکس یا همون اعداد مختلط هستش که من راستش بخواید خیلی باشون کار نکردم، خیلی هم به کار نمیاد توی بخش‌های مختلفی، بیشتر برای کسایی کار برد داره که کارهای ریاضی انجام میدن، کارهای خیلی پیچیده ریاضی انجام میدن. و همونجور که میدونید مثلا من یه مثالش رو فقط براتون بزنم که بیشتر متوجه بشید. مثلا می‌نویسم 3 به علاوه 8j. این نوع این نوعی که میبینید عدد کامپلکس یا همون عدد مختلط هستش. من یک نکته‌ای که اینجا خواستم خدمتتون آموزش بدم کامنت کردن یا بی اثر کردن دستورات هستش و خطایی از برنامه که شما نوشید شاید بعضی اوقات بخواید که اون خط اعمال نشه و هیچ کاری ازش نمیخواید انجام بده و تنها کاری که توی این زمان باید انجام بدید اینه که یک علامت شارپ توی برنامه‌تون پشت اون خط قرار بدید. یعنی من الان میخوام این دستور نامبر 1 بی اثر بشه، پس پشتش یه شارپ میذارم. نامبر 2 هم همینطور، نامبر 3 هم همینطور. توی این پرینت ها هم میخوام تمامشون بی اثر بشن. اشتباه کردم. خب اینها رو هم شارپ میذارم پشتشون، تایپ اینها رو هم شارپ میذارم پشتشون. الان فقط شما نامبر 4 رو میبینید که 3 به علاوه 8j هستش، پرینتش میکنه و تایپش هم بهتون نشون میده. پس من یک بار دیگه برنامه رو خروجی میگیرم. نماد وقتی میخواد اعداد کامپلکس رو یا همون اعداد مختلط رو توی خروجی نشون بده داخل پرانتز میذاره و همونجور که میبینید نوشته کلاس کامپلکس. الان این نکته که الان بهتون گفتم برای هشتگ، برای کامنت کردن دستورات اصلا لازم نیست گیج بشید. الان مفسر پایتون از بالا به پایین تک تک شروع میکنه به این خوندن این خطها. هر خطی که اولش این علامت باشه رو نادیده میگیره، یعنی میگه من با این خط کاری ندارم، میاد پایین میبینه این هستش، این رو میخونه، میاد پایین پرینت میگیره، تایپش هم برای ما پرینت میگیره. پس اینجا نوع اعداد کامپلکس کلاس کامپلکسه که من داخل روبروی خود نوع اعدادم اینجا نوشتم. اما یه نکته خیلی جالبم هستش راجع به اعداد کامپلکس که شما اصلا لازم نیستش خیلی پیچیده‌اش بکنید و برید راجبش بخونید. همینجا در همین حدی که فقط بدونید که پایتون یک نوع داده عددی هم به نام کلاس کامپلکس میشناسم براتون کافیه و خیلی لازم نیستش که
پیش برید راجبش بدونید چیا هستش. من میرم سراغ فایل بعدی. من یه دو تا فایل اینجا ساختم، یه دونه فایل ساختم که بهتون نوع اعداد رو بهشون آموزش بدم و میریم سراغ فایل بعدی استرینگ ها. میریم ببینیم که نوع داده های رشته‌ای در پایتون چیا هستن و نماد اونها چیه. من یه دونه نیم تعریف میکنم توی برنامه، اسمشو میذارم. شما میتونید از وقتی که میخواید رشته رو تعریف کنید و داخل متغیر بریزید، میتونید از این چند تا علامتی که خدمتتون عرض میکنم، علامت سینگل کوتیشن که روی حرف گت هستش و مثلا روش مینویسید محمد، و روی این میتونید با این علامت میتونید شما رشته تعریف کنید. یه نیم دیگه تعریف میکنم و اسمشو میذارم، الان ثبت بفرمایید، اینو میذارم نیم 1، اینو میذارم نیم 2، و میتونید از دبل کوتیشن استفاده بکنید. وقتی شیفت رو بگیرید و همون سینگل کوتیشن رو بزنید، دبل کوتیشن براتون ایجاد میشه و من دوباره اینجا مینویسم محمد و یه نیم 3 دیگه هم ایجاد میکنم که اینجا به جای یه دونه کوتیشن از 3 تا کوتیشن من استفاده میکنم و یه دونه کم گذاشتم فکر کنم. خب حالا اینجا می‌نویسم محمد و به جای یک کوتیشن از 3 تا کوتیشن استفاده میکنم، هر طرف 3 تا. و آخرین نوع هم که نوع نماد استرینگ ها یا همون رشته ها هستن، همون تریپل دابل کوتیشن هستش که اگر اینجا دقت بکنید 1 2 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. خب الان اینجا خب توی پایتون ما به این 4 روش میتونیم رشته های خودمون رو تعریف کنیم و به سیستم بفهمونیم که اینها رشته هستن و یک جمله است، یک سری کاراکتر پشت سر هم هستش که ما اونها رو نمایش میدیم. اگر بخوام خیلی اصولی و دقیق بهتون بگم، رشته ها خیلی مهم هستن دوستان. لطفاً بحث رشته ها رو حتما یاد بگیرید، چون ما هر چی که قراره تو خروجی نمایش بدیم به کاربر برنامه‌مون و هر چیزی که قراره از کاربر برنامه‌مون بگیریم رشته هستش و میتونیم روی اونها یک سری عملیات رو انجام بدیم. پس مبحث رشته ها خیلی مهمه. اما چه فرقی دارن اینهایی که 3 تا هستن بینشون، این که 3 تاست و اینی که یه دونه است؟ اولین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم که من یه پرینت از اینها بگیرم اول و بریم که داشته باشیم ببینیم پرینت اینها چه جوری هستش و هر کدوم از اینها آیا واقعا رشته هستن یا نه. اینا رو من پرینت نیم 1، نیم 2، نیم 3، نیم 4 رو زدم و همونجوری که میبینید هر 4 تای اینها از دید سیستم رشته هستش و محمد، خب از دید اینها رشته هستش و من یه بار دیگه پرینت میگیرم به صورت کامل. هر 4 تا اینها رو برای من پرینت کرد. اگر تایپشون رو هم پرینت بکنم، تایپ، خب نیم 1 کپی میگیرم، نیم 4، نیم 3، نیم 2. یک بار دیگه من پرینت بگیرم، همونجور که میبینید زده کلاس استرینگ str مخفف استرینگ یا همون رشته است که من جلوی این هم براتون نوشتم. پس اینها رو هم فعلا تا اینجا داشته باشید. اما بریم سراغ این که چه فرقی میکنن اینهایی که 3 تا بغلشون هستن، 3 تا پشت و بعد رشته هستن و یه دونه. زمانی که شما یه دونه کوتیشن یا یه دونه دابل کوتیشن میذارید، شما نمیتونید اونجا رشتهتون رو بشکنید و هر چیزی که پیامی که میخواید بدید شما باید توی یک رشته، یک خط اون رو اعمال بکنید. یعنی زمانی که من از وسط رشته‌ام یه اینتر بزنم بشکنم و بخوام یک سری چیز دیگه بنویسم، اونجا به من خطا میده. همونجوری که میبینید زیر نیم 1 نیم 2 قرمز شد و من نمیتونم رشته‌مو بشکنم و به خطای بعدی برم. توی سینگل کوتیشن هم همینه. الان من هر وقت بشکنم بهم خطا میده و من نمیتونم هیچ کار دیگه ای انجام بدم. اما توی دابل کوتیشن، تریپل کوتیشن ها که 3 تا هستن، شما هر جا خواستید میتونید رشته‌تون رو بشکنید، یک سری چیزهای دیگه تایپ بکنید. یعنی شما ممکنه یه پیامی بخواید به کاربر بدید که تشکیل شده از یک خط نباشه، 3-4 تا خطه، تو هر خط هم یه پیامه و از تریپل کوتیشن ها میتونید استفاده بکنید. توی تریپل دابل کوتیشن ها هم همینجور هست. شما میتونید این رو بشکنید و هر چیزی که خواستید بنویسید. الان اگه من یک بار دیگه پرینت رو بزنم، همونجور که میبینید الان من مثلا یکم این رو بیارم جلوتر،
که کامل متوجه بشید. سعیم یه دونه بیارم جلو. خب یه بار دیگه خروجی میگیرم. همونجور که میبینید دقیقاً ساختاری که توی خروجی به من نشون داده ساختاری هستش که من اینجا خودم به بین تریپل کوتیشنم اعمال کردم. نکته بعدی، حالا این فرق بین کوتیشن، تک کوتیشن و تریپل کوتیشن بود که بهتون خدمتون عرض کردم. حالا اینا رو من پاک بکنم، خیلی نمیخوام اینجا رو شلوغ بکنم. خب اینم پاک. خب نکته بعدی که بین کوتیشن و دبل کوتیشن هست، یعنی کوتیشن و دبل کوتیشن، من اشتباه گفتم، این کوتیشنه این دبل کوتیشن. میریم سراغ این که شما زمانی میرسه توی برنامه‌تون بخواید از کوتیشن یا دبل کوتیشن به عنوان یک جزوی از اون کاراکتر توی رشته‌تون استفاده بکنید. یعنی همونجور که میبینید این کلمه محمدی که الان جزو رشته محسوب میشه، M هستش، O هستش، H هستش، هر کدوم از اینها یک کاراکتره که جزو رشته است. شما یه زمانی وجود داره که میخواید رشته‌تون عضوش یک دونه کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشه. اگر مثلا من همینجا بیام دابل کوتیشن بذارم نمیفهمه و بهم خطا میده. چرا؟ چون اولین کوتیشن شما نمایانگر شروع کننده رشته شماست و همینجوری میره جلو به یک کوتیشن دیگه که میرسه رشته‌تون رو همونجا میبنده و هرچی بعد از اون بنویسید رو دیگه متوجه نمیشه. پس یک زمانهایی وجود داره که شما میخواید از کوتیشن یا دابل کوتیشن به عنوان نماد توی رشته خودتون استفاده بکنید. اینجا این فرق این دوتا به کمکتون میان و وقتی که بخواید از دابل کوتیشن استفاده بکنید باید به رشته‌تون رو با تک کوتیشن شروع بکنید و وقتی که بخواید از سینگل کوتیشن استفاده بکنید باید رشته‌تون رو با دابل کوتیشن شروع بکنید. پس من الان یک بار دیگه همونجور که توی قبلا بهتون یاد دادم اینها رو کامنت میکنم و نیم صاحب بفرمایید اشتباه کردم کنم. خب اینا رو پاک بکنم. پرینت. خب اینا رو من دستم خورد دوبار هشتگ گذاشتم و دوبار چیز شد. خب الان من میرم سراغ این که محمد رو، این محمد که کوتیشن یا سینگل کوتیشن هم جزو یکی از نمادها هستش رو براتون پرینت بگیرم. الان من این خط اینو پرینت باید کامنت باید بکنم، این رو هم همینطور، ولی نیم دو نه. خب الان من یک بار که برنامه رو اجرا بکنم همونجور که میبینید کوتیشن من جزو نمادها و کاراکترهای خود برنامه محسوب میشه و خود رشته است و بهم خطایی نمیده. پس هر وقت خواستید از کوتیشن بین رشته‌تون استفاده بکنید باید دو طرف متنتون رو سینگل کوتیشن بذارید و وقتی خواستید از سینگل کوتیشن به عنوان نماد توی رشته‌تون استفاده بکنید باید دو طرف رشته‌تون رو دابل کوتیشن بذارید. راه‌های دیگه هم وجود داره که بخواید این کار رو انجام بدید. الان مثلا من میگم که یک سری نمادها و کاراکترهای خاص هستن در برنامه‌تون که اونها رو نمیتونید از اونها تو برنامه‌تون استفاده بکنید، مثل این علامتی که دارید میبینید. اگر بخواید دو طرف برنامه‌تون سینگل کوتیشن باشه و بخواید از سینگل کوتیشن داخل برنامه‌تون استفاده بکنید یه علامت بک اسلش میذارید و سینگل کوتیشن رو اون موقع میذارید و اون موقع این اسلش بک اسلشه باعث میشه که این سینگل کوتیشن بی اثر بشه و این رو به پایتون میفهمونید که این سینگل کوتیشن جزو کاراکترهای این برنامه است، این رشته است. برای دابل کوتیشن هم همینطور. اگر بخواید از دابل کوتیشن استفاده بکنید و بین رشته‌تون دابل کوتیشن باشه، این کار هم میتونید انجام بدید که قبل از اون کاراکتر یک بک اسلش بذارید و اون اثر اون کاراکتر رو بی اثر میکنه. اگه یه بار دیگه من خروجی بگیرم میبینید که این همینجوری اومد جلو، اسلش رو برای من بک اسلش رو برای من پرینت نکرد و خود این کوتیشن رو جزو نماد و عضو این برنامه و رشته دونستش. مبحث
رشته ها هم تا اینجا تموم شدش. یک مبحث دیگه میمونه، اونم بولیان ها هستن و کارو من اینجا تموم میکنم. اگه بولیان من براتون توضیح بدم، پی وای میریم سراغ مبحث بولیان و اینکه بولیان ها چیا هستن. شما زمانی از داده های منطقی یا همون بولیان ها استفاده میکنید، همونجور که اینجا نوشتم، که میخواید هست یا نیست، بله یا خیر نشون بدید. یعنی یا جواب شما بله است یا جواب شما خیره. مثلا آیا این لیوان پره، یا پر هست یا پر نیست. آیا الان شبه، الان روزه. این نوع زمان ها شما از بولیان ها استفاده میکنید و مثلا من اینجا بنویسم فلگ و مساوی قرارش میدم. نه، کلا دو نوع وجود داره، ترو و فالس. اینجا می‌نویسم فلگ 1 و مساوی قرارش میدم با فالس، خودش هم میاره. کلا دو نوع وجود داره، ترو به معنای بله هستش و فالس به معنای خیر. زمانی توی برنامه شما استفاده میشه که شما دو حالت بیشتر ندارید، یا بله است یا خیره، یا الان روز هست یا روز نیست، یا این لیوانه آب داره یا آب نداره. این نوع متغیرها و نوع داده ها، این نوع زمان ها به کار شما میان و خیلی کار شما راحت تر میکنن که بتونید راحت تر برنامه‌تون رو پیش ببرید. چجوریه فهم برنامه؟ چجوریه؟ ترو به معنای بله است، فالس به معنای خیر. الان من اگر فلگ الان پرینت بکنم فلگ و پرینت بکنم فلگ 1، الان من اگه این رو براتون پرینت بکنم، همونجور که میبینید دقیقاً خود ترو و فالس برای من اینجا به نمایش در میاد. حتما حواستون باشه که نوع داده های منطقی با حرف بزرگ شروع میشن، تی بزرگ و اف بزرگ. اگه من این تی بزرگ رو به تی کوچیک تغییر بدم، دیگه برای من نمیشناستش و دوباره من باید این رو به تی بزرگ تغییر بدم. تایپش هم من براتون بگیرم که خیالتون هم راحت بشه و تایپ. خب این هم یه پرانتزم اینور و تایپ فلگی یکم بگیرم. همونجور که الان مشاهده میکنید ترو فالس رو برای من نمایش داد و اینجا میزنه تایپ این نوع متغیر بول هستش، یعنی همون بولیان، ترو یا فالس. پس نمادها رو با هم دیگه بررسی کردیم، نوع داده های عددی، عدد صحیح، عدد اعشاری و اعداد مختلف، نوع رشته ها، یک سری نکات راجع به رشته ها بود که حتما باید میدونستید و نوع داده های منطقی رو توی این ویدیو و این قسمت از برنامه آموزش مبتدی تا پیشرفته زبان برنامه‌نویسی پایتون ما با هم دیگه پیش رفتیم. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنید اگه براتون آموزنده بود و با لایک کردن شما این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار میگیره و باعث میشه که افراد بیشتری بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. نکته آخر این که من توی این کانال آموزش برنامه‌نویسی و آیتی میدم. اگر به این نوع مباحث علاقه دارید خیلی خوشحال میشم که کانال بنده رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بذارید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم به مطلع بشید و براتون نوتیفیکیشن بیاد. تا ویدیو بعدی و قسمت بعدی از دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون، فعلا خدا نگهدارتون باشه.